بهش میگن بی جوهر، چون جوهر بهش نمیزنن زرد میشه. ما یه زمانی خواستیم بدون جوهر کار کنیم، چند وقت قند رو بدون جوهر زدیم و نزدیک 20 تن 25 تن قندمون همطور مون، یعنی کسی نمیخرید. قند زرد رو نمیخرن، قند که جوهر نداشته باشه نمیخرن، قند میگن باید سفید باشه. حالا ما اینجا مثلا 100 گرم بلانکیت بهش میزدیم تو این کارخونه های دولتی، فریمان، شیروان. من رفتم بازدید اونجا، دیدم اونا با کاسه، یعنی 1 کیلو، اونا بیشترین بلانکیت داره. عوارض این بلانکیت سرطانه، سرطانزاست. این بسیار کشنده است. یعنی اگر شما 1 گرمشو خالص بخورید درجه آدمو میکشه. یعنی این کار رو در آمریکا بکنن فوراً اعدامشون میکنن. متوجه شدید؟ ولی اینجا چون کسی به کسی نیست، به هر صورت این کارا رو انجام چی میدونید؟ قند، شکر نخورید.